می‌خواستم بگیرم که شما توی ایران ببینید زیر پوست این شهری که اینقدر ازش تعریف میکنن، کلا کشوری که میگم بن سلمان اینجا رو متحول کرده و مردم همه در رفاهن و خدمتتون عرض کنم همه پول دارن. فقط شما توی کوچه ها رو نگاه کنید. حالا من بخش کوچیکی رو میتونم نشون بدم که مردم چقدر در فرق. توی عراق هم اینجوری نیستن واقعا. حالا عراق هم پیاده رفتیم اینجوری زندگی نمیکنن، خیلی جای دوری هم نیست. من برمیگردم برج ساعت، ببینید پشت برج ساعته، دقیقاً این برج ساعته، ببینید خیلی فاصله ای نداره ولی ظاهر این شهر، اون چیزی که ما می‌بینیم ظاهر این کشوره که ما میگم، واقعیت اینه که اینها هم جزء واقعیت‌های این کشوره. من حالا جلوتر دوباره فیلم میگیرم، گداها و مردمی که دارن زیر پل میخوابن، پل خوابا رو ببینید. حالا خوب ذهن آدم باز باشه، تصور نکنه که اینقدر تبلیغات میکنن که بن سلمان متحول کرده، مردم در رفاهن و خوشی همشون حالا دارن خفه میشن. واقعا این نیست، همه واقعیت این نیست. اینم کوچه‌هایی که بقالیای کوچیک و خونه‌های واقعا 30 متری 40 متری اینجا هست. این